شرکت نویداندیشان ماشینسازی حسینی در زمینه ایجاد کارخانجات تولید تجهیزات پزشکی فعالیت میکنه. سالهاست که ما در زمینه ایجاد کارخانه‌های مختلف برای صنعت تجهیزات پزشکی در ایران فعالیت‌هایی داشتیم و تونستیم در این زمینه شرکت‌های زیادی رو ایجاد کنیم. این شرکت دومین شرکت اینچنینی در جهان هستش که تونسته در زمینه ایجاد کارخانه‌های مختلف فعالیت‌هایی داشته باشه. از کارهایی که تا حالا انجام گرفته میشه به ایجاد کارخانه‌های تولید تجهیزات پزشکی مانند سرنگ، سرم و در واقع انواع لوله‌های پزشکی اشاره کرد. در زمینه استانداردسازی ما تونستیم تلاش‌های خیلی خوبی داشته باشیم که یکی از این تلاش‌های ما منتهی شد به در واقع دریافت ستاره طلایی کیفیت در اجلاس پاریس در سال 2013. همچنین در سال 2014 ما تونستیم جایزه پلاتینیوم کیفیت و تکنولوژی رو از اجلاس فرانکفورت بگیریم و امیدواریم با تلاشایی که انجام میدیم بتونیم سال آینده نشان الماس که بالاترین نشان کیفیت در جهان هستش رو به دست بیاریم. Niamsh Company Limited from Iran, Mr. Mohammad Jafar Hosseini Shirazi, Managing Director, and Mrs. Hadioskoe, the Deputy Director and Board Member. From Iran, this is Niamsh Company Limited, awarded here in Frankfurt with the International Out of Europe Award of BID Business Initiative Directions, BID Group. این نمونه از یک کارخانه هستش که برای تولید تجهیزات پزشکی ساخته میشه در این مجموعه و در واقع در قسمت‌های مختلف شما تولید رو میتونید ببینید. در سالن شماره 1 که در واقع بخش تولید هستش، کالا در کلین روم تولید میشه. توی سالن شماره 2 کلین روم وقتی وارد میشه عمل در واقع مونتاژ صورت میگیره. مونتاژ قطعات تجهیزات پزشکی اونجا تحت کنترل شرایط پارتیکلی انجام میگیره. بعد در قسمت در واقع بسته‌بندی در روی دستگاه بسته‌بندی توسط دستگاه وکیوم فرمینگ بسته‌بندی تجهیزات پزشکی عمل بسته‌بندی کالا صورت میگیره. بعد از اینکه کالا در این قسمت عمل بسته‌بندی رو صورت گرفت، در قسمت دیگه عمل کارتونینگ و در واقع در جعبه گذاری محصول صورت میگیره. تا محصولاتی که حالا جعبه گذاری شده وارد بخش استریل میشه. توی سیستم استریل عمل گندزدایی محصول انجام میشه و کارتون هایی که تو اون قسمت وارد میشن تحت شرایط گاز با گاز اتیلن اکساید قرار میگیرن و بعد از اینکه کار استریل انجام شد کالا به قسمت قرنطینه وارد میشه. در قسمت قرنطینه کالا نگهداری میشه تا
جواب آزمایش‌های تست استریل از آزمایشگاه بیاد. اگر آزمایشگاه در واقع جوابهایی رو بده که نشان بده که محصول کاملا استریل شده، اجازه خروج در واقع از قرنطینه صادر میشه و کالا آماده ارائه به بازار هستش. یه نمونه دستگاه بسته‌بندی ما سیستم کنترلیش از طریق HMI هستش که اینجا مشاهده میکنید و سیستم‌های حرکتیش از طریق سرو موتورها و PLC هایی هستش که برقش رو تامین میکنن. قسمت‌های مختلفی داره این دستگاه. صفحه تاچ لمسی داره که وارد منوهای مختلف میتونن بشه. اپراتور و برنامه کاری دستگاه رو از این صفحات وارد بکنه و اجرا بکنه دستگاه. در زمینه بازرگانی داخلی با برگزاری جلسات متعدد با کارفرمایان سعی میکنه که همواره با تجربه نوع محصولی که میخوان تولید بکنن بازار رو برای اون محصول مشخص بکنن، چه در زمینه فروش محصول و چه در زمینه هزینه ها و منابع تامین مواد اولیه اون محصولی که مد نظرشون هستش. با تجربه این جلسات ما هم فکری میکنیم با کارفرمانمون، سعی میکنیم همیشه یه پروژه‌ای رو تدوین بکنیم که از لحاظ عملی و از لحاظ اقتصادی بالاترین بازده رو داشته باشه تا بتونن کارفرمانمون موفق باشه. چون شرکت در واقع در بخش سلامت کار میکنه و احساس میکنه که باید تو این بخش سرمایه گذاری بشود، هم نیروی انسانی هم مالی، بنابراین این مشاوره رو به سازمان ها و شرکت ها میده که در کجا سرمایه گذاری بکنن و این بازاری که در حال حاضر خیلی قابل دستیابی هست و خیلی سوده هست با ارزش افزوده رو میتونه پیشنهاد بده. در کنارش بحث نیروی انسانی است. خیلی از مناطق دورافتاده این نیروها رو ندارند. یعنی که کارشناس در زمینه‌های کیفی، در زمینه‌های استاندارد و در زمینه فنی در اون منطقه حضور نداره. بنابراین ما آدم‌هایی رو انتخاب می‌کنیم، باشون مصاحبه می‌کنیم، آمادهشون می‌کنیم، کلاس‌های آموزش علمی و عملی و همراه با کار رو بهشون میدیم، روش‌های تولید، روش‌های کنترلی، تعمیرات و نگهداری و هر گونه آموزشی که نیاز داشته باشه، حتی اداری، حتی فنی رو بهشون آموزش میدیم، اینا رو تربیت می‌کنیم. به مدت 1 ماه 2 ماه در کنارشون خواهیم بود، به محضی که از جهت صلاحیت، مهارت و آموزش کامل شدن اینو به سازمان ارائه میدیم. بعدها هم در کنارشون خواهیم بود، به محضی که به مشکلی بر بخورن زنگ بزنن به ما، در تماس باشن با ما، بلافاصله به عنوان کارشناس حضور خواهیم داشت. اصطلاحاً میگن ترابل شوتینگ، این اشکال رو میگیریم رفع میکنیم، یا میگن اقدام اصلاحی پیشگیرانه، اشکال رو میبینیم، براش راه حل رو ارائه میدیم و کاری میکنیم که اون اشکال دیگه تکرار نشه. قطعاً ما در داخل سازمان آدم‌ها رو تربیت می‌کنیم. به محض اینکه تربیت شدن شاید اصلا به وجود ما هم در آینده نیازی نباشه. این یکی از اهداف اصلی خود این سازمان ماست. تحقیق و نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط اعلام شده از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی و نظارت بر اجرای آن و همینطور یکی از وظایف ناظر فنی آگاهی از دانش و استانداردهای بروز هستش و مقررات جدیدی که وضع شده باید از شرکت هم ارائه بشه و همینطور در مورد نحوه اجرای اون هم نظارت بشه. شرکت ما آماده هستش که همکاری داشته باشه با تمام کسایی که اختراعی دارن، خلاقیتی دارن در زمینه تولید. ما میتونیم این در واقع خلاقیت ها رو شکل و شمایل بدیم بهشون و در واقع به صورت علمی و کارخانه‌ای به توسط در واقع سرمایه‌گذاران دیگه این کارها رو بالفعلش کنیم و اون پتانسیلی که در واقع در ایران از نظر علمی وجود دارد رو تبدیل کنیم به در واقع دانش و اینکه بتونیم کارخانه‌های جدیدی رو در واقع در آینده برای ایران داشته باشیم و تلاش کنیم که هر آن چیزی که مصرف می‌کنیم رو در ایران تولید کنیم و صادرات قوی داشته باشیم.